به نام خداوند یکتا. بیش از 6000 زبان گفتاری در دنیای امروزی وجود دارد، اما در بین این زبانها 2000 زبان را کمتر از 1000 نفر صحبت می کنند. در جوامع چند زبانه سرتاسر جهان دانش زبانی عامل مهم در برقراری ارتباط سریع و مؤثر با کشورهای مختلف بوده و مردم می توانند در فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه شرکت کنند. در این برنامه قصد داریم 10 تا از پرکاربردترین زبان‌های دنیا را به شما به معرفی بگیریم. پس الی آخر برنامه با کانال یوتیوب جهان به روایت تصویر همراه باشین. رتبه دهم، زبان پنجابی. در لیست 10 بهترین زبان‌های دنیا، زبان پنجابی در رتبه دهم قرار دارد. حدود 102 میلیون نفر به این زبان صحبت می‌کنند. این زبان بیشتر در پاکستان و هند مورد استفاده قرار می‌گیرد. بریتانیا زبان پنجابی را به 2 بخش تقسیم کرد که موقع اشغال هندوستان مردم مجبور شدند خانه، کسب و کار و خانواده خود را ترک کنند، اما آنها نیز به شکل بالیوودی انتقام جویی کردند و امروزه آهنگ‌های پنجابی در میان 50% آهنگ‌های برتر دنیا قرار دارند. زبان پنجابی نام جمعی گروهی از زبان‌ها می باشد که برای نخستین بار در منطقه پنجاب و پاکستان و هند مورد استفاده قرار گرفت که امروز آن را زبان پنجابی می نامند. تنها زبان زنده هندی اروپایی است که زبان کاملا موزون می باشد. رتبه نهم، زبان ژاپنی یا نیتیو. در لیست 10 پرکاربردترین زبان‌های دنیا، زبان ژاپنی در رتبه نهم قرار دارد که حدود 127 میلیون نفر ژاپنی به زبان نیتیو صحبت می‌کنند و برآورد شده است که حدود 1200 فرد غیر بومی نیز می‌توانند به زبان ژاپنی حرف بزنند. این زبان فقط در کشور ژاپن مورد استفاده قرار می‌گیرد. رتبه هشتم، زبان روسی. با حدود 170 میلیون روسی زبان، هشتمین زبان زنده دنیا می باشد. علت محبوبیت زبان روسی ساختار گرامری عجیب و دستخط زیبای آن می باشد. زبان روسی یکی از 6 زبان رسمی سازمان ملل متحد می باشد. زبان روسی در روسیه و سایر کشورهای استفاده می شود که اتحاد جماهیر شوروی سابق آنجا را اشغال کرده بودند. رتبه هفتم، زبان بنگالی. در سال 1947 بریتانیا بخش بنگال را به بنگال غربی و بنگال شرقی تقسیم کرد که به ترتیب امروزه بخشی از هند و بنگلادش می باشد. بنگالی زبان مردم کلکته و جزایر آندامان می باشد که حدوداً 170 میلیون بنگلادشی در معرض تغییرات آب و هوایی قرار گرفتند. بنگالی زبان اول حدود 250 میلیون نفر می باشد. زبان بنگالی در هندوستان و بنگلادش زیاد استفاده می شود. رتبه ششم، زبان پرتغالی. زبان پرتغالی یکی دیگر از 10 زبان برتر دنیا است که در رتبه ششم قرار دارد. در قرن 15 تاجران و فاتحان پرتغالی زبان خود را وارد آفریقا، آسیا و آمریکا کردند. گسترش زبان پرتغالی تا حد زیادی به استعمار اروپایی
مربوط می شود. اما کشورهای استعمار یافته فرهنگ خود را گسترش دادند که موجب تغییر همیشگی زبان شد. امروزه 215 میلیون نفر زبان پرتغالی را به شکل اصلی صحبت می کنند، مانند کشورهای برزیل، کوبا، آنگولا، موزامبیک و چندین کشور دیگر. رتبه پنجم، زبان عربی. زبان عربی حدود 295 میلیون نفر بومی زبان و 127 میلیون نفر عربی زبان غیر بومی دارد. این زبان در کشورهای مثل عربستان، الجزایر، بحرین، مصر، اریتریا، عراق، اسرائیل و غیره کشورها صحبت می شود. با توجه به اینکه عربی یکی از زبانهای رسمی سازمان ملل متحد می باشد و زبان لیتوگرافی بیش از 1.6 بیلیون مسلمان می باشد، بدون شک یکی از 10 زبان برتر دنیا می باشد. رتبه چهارم، زبان هندی. حدود 310 میلیون نفر به شکل بومی و 120 میلیون نفر به شکل غیر بومی هندی صحبت می کنند. زبان هندی در هند، نپال و پاکستان زیاد استفاده می شود. زبان هندی دارای 23 زبان رسمی می باشد که زبان هندی و اردو از مهمترین های آنها می باشد. طبق استانداردهای زبان شناسی، هندی و اردو هر دو یک زبان هستند. رتبه سوم، زبان اسپانیایی. زبان اسپانیایی حدود 427 میلیون نفر بومی و 91 میلیون نفر غیر بومی دارد. زبان اسپانیایی در بسیاری از نقاط جهان صحبت می شود، مانند کشورهای آرژانتین، بولیوی، شیلی، کلمبیا، کوستاریکا و غیره. برتری زبان اسپانیایی در آمریکا و اروپا موجب شده است که یکی از 10 زبان برتر دنیا شود. زبان اسپانیایی نیز جزو زبانهای رسمی سازمان ملل متحد می باشد. اسپانیایی زبان رسمی ملی و گفتاری بیش از 44 کشور جهان از جمله ایالات متحده آمریکا می باشد. شاید اندک باور این مسئله هم سخت باشد، اما پس از مکزیک، آمریکا دومین کشور بزرگ اسپانیایی زبان است. رتبه دوم، زبان انگلیسی. حدود 360 میلیون نفر بومی انگلیسی زبان در جهان وجود دارد. به عباره دیگر، حدود 603 میلیون نفر آن را به عنوان زبان دوم خود انتخاب می کنند. این موفقیت چشمگیر انگلیسی را به عنوان زبان بین المللی تجارت، سفر و روابط بین المللی نشان می دهد. سهولت نسبی زبان انگلیسی به ویژه در مقایسه با زبان چینی و قدرت انعطاف پذیری فراگیر فرهنگ ایالات متحده بدین معنی است که انگلیسی بر تمام زبانهای جهان موفقیت بیشتر دارد.
برخی افراد بر این باور هستند که انگلیسی با فرصت‌های کاری و کیفیت زندگی بهتر همراه است. انگلیسی پرکاربردترین زبان در اینترنت بوده و یکی از زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد می باشد. لازم به ذکر است که تعداد افراد غیر بومی انگلیسی زبان بیش از افراد بومی آن می باشد. و بالاخره رسیدیم به رتبه اول، زبان چینی. طبق گفته نژادشناسان حدود 1.2 میلیارد نفر در جهان به زبان چینی صحبت می کنند. اگر تمایل دارید زبانی را انتخاب کنید که از هر 6 نفر یک نفر به این زبان حرف می زند، زبان چینی بهترین گزینه انتخاب است. زبان نوشتاری آن به شکل علائم تصویری اندکی دشوار است. زبان چینی اولین زبان گفتاری در جهان می باشد. زبان چینی دومین زبان متداول آنلاین می باشد و پیشروی خود ادامه می دهد و یکی از زبانهای رسمی سازمان ملل متحد می باشد. کشورهای مانند چین، تایوان، سنگاپور به زبان چینی حرف می زنند.